با نام و یاد خدای مهربان. سلام دانش آموزان عزیزم. صفحه 20 کتاب ریاضی پایه ششم، مرور فصل. میدونید بچه ها، پایان هر فصل ما یه مرور فصل داریم، یعنی مطالبی که در هر فصل یاد گرفتیم مروری به طور مختصر بر اونها داشته باشیم. فرهنگ نوشتن، یعنی اگر مطالبی را یاد گرفتیم بتونیم توضیح آنها را درست بنویسیم. سوال اول، توضیح دهید چگونه مضرب‌های یک عدد را به دست می‌آورید. مثال بزنید. برای به دست آوردن مضرب‌های هر عدد، عدد مورد نظر را در اعداد طبیعی ضرب می‌کنیم. حالا من یه مثال هم زدم برای شما. 1 6 تا 6 تا، 2 6 تا 12 تا، 3 6 تا 18 تا. یعنی من 3 تا از مضرب‌های عدد 6 رو نوشتم. شما میتونید ادامه بدید این مضرب‌ها رو. سوال 2، توضیح دهید چگونه دو عدد صحیح را با یکدیگر مقایسه می‌کنید. با توجه به علامت عددها. حالا توجه کنید، اعداد مثبت از اعداد منفی بزرگترند. اینجا مثال رو توجه کنید. منفی 12 کوچکتر از مثبت 4. اعداد مثبت از اعداد منفی بزرگترند. و اینکه کدام عدد سمت راست عدد دیگر است. مثبت 5 بزرگتر از مثبت 2. مثبت 5 سمت راست مثبت 2 قرار میگیره. و مثال آخر، منفی 17 کوچکتر از منفی 15. منفی 15 سمت راست منفی 17 است. بنابراین منفی 17 کوچکتر از منفی 15. سوال 3، چگونه میتوان تعیین کرد یک عدد بر 3 بخش پذیر است یا نه؟ با یک مثال توضیح دهید. عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع رقم‌های آنها بر 3 بخش پذیر باشد. مثل عدد 483. مجموع رقم‌ها 4 به اضافه 8 12 به اضافه 3 15. 15 بر عدد 3 بخش پذیره. بنابراین عدد 483 بر 3 بخش پذیره. و سوال 4، آیا هر عددی که بر 3 بخش پذیر است بر 9 نیز بخش پذیر است؟ چرا؟ خیر، زیرا همیشه عددی که بر 3 بخش پذیر است بر 9 بخش پذیر نیست. باز من اینجا یه مثال زدم. عدد 21. مجموع رقم‌ها 2 و 1 3. آیا 3 بر 9 بخش پذیره؟ من این رو قبلا توضیح دادم. اعدادی بر 9 بخش پذیرن که مجموع رقم‌ها بر 9 بخش پذیر باشه و همیشه عددی که بر 9 بخش پذیره بر 3 بخش پذیره، ولی همیشه عددی که بر 3 بخش پذیره بر 9 بخش پذیر نیست. تمرین 1 الف. شکل بعدی الگوی زیر را رسم کنید و رابطه بین تعداد چوب کبریت‌ها و شماره شکل را بنویسید. شکل 1 6 چوب کبریت، 4 و 2 6. شکل 2 12 چوب کبریت. شکل 3 18 چوب کبریت. شکل 4 چی بچه ها؟ بله، 24 چوب کبریت. حالا میخوایم رابطه بین تعداد چوب کبریت ها و شماره شکل رو بنویسیم.
تعداد چوب کبریت ها برابر است با شماره شکل ضرب در 6. 1 ششتا 6 تا، 2 ششتا 12 تا، 3 ششتا 18 تا، 4 ششتا 24 تا. ب. الگویی رسم کنید که رابطه بین تعداد شکل‌ها و شماره شکل‌های آن به صورت زیر باشد. تعداد شکل‌ها برابر است با شماره شکل ضرب در 3 منهای 2. من این شکل رو رسم کردم. شما میتونید الگوی دیگه‌ای رسم کنید. حالا توجه کنید. تعداد شکل‌ها برابر است با شماره شکل 1 ضرب در 3 3 منهای 2 1. شماره شکل 2 ضرب در 3 6 منهای 2 4. شماره شکل 3 ضرب در 3 9 منهای 2 7. شماره 4 4 ضرب در 3 12 منهای 2 10. شما میتونید این الگو رو ادامه بدید. یعنی شکل 5 6 و غیره رو به دست بیارید. سوال 2 الف. دور اعدادی که بر 3 بخش‌پذیرند خط بکشید. 153 1 و 5 6 6 و 3 9. اعدادی که جمع ارقام آنها بر 3 بخش‌پذیر باشه. 1 و 5 6 6 و 3 9. عدد بعد 7689. جمع رقم ها 7 و 6 13 13 و 8 21 21 و 9 30 و 30 بر 3 بخش‌پذیره. 1810 1 و 8 9 9 و 1 10 10 و 0 همون 10 10 بر 3 بخش‌پذیر نیست. 3 به اضافه 0 به اضافه 3 به اضافه 0 جمع رقم ها 6. بنابراین 3030 بر 3 بخش‌پذیره. عدد آخر 67. 6 و 7 13 13 بر 3 بخش‌پذیر نیست. ب. دور اعدادی که هم بر 2 و هم بر 5 بخش‌پذیرند خط بکشید. قبلا این رو یاد گرفتیم. اعدادی که هم بر 2 و هم بر 5 بخش‌پذیرند رقم یگان اونها 0. 1720. عدد بعد چی بچه ها؟ 80. آفرین. بنابراین 354 2555 و 96 بر 2 و 5 بخش‌پذیر نیستند. 1720 و 80 بر 2 و بر 5 بخش‌پذیرند. تا ویدیوی بعد همه شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.